آهنگ مرا ببوس آهنگ از مجید وفادار هست و ریتممون 6/8 هست تو این نوت که خدمتتون عرض میکنم. سی بمول سرکلیدمون هست، گام ری کوچیک. با سرعت پایین با هم میریم، میشه ر ر ر ر ر ر ر ر فالا سی ر سی لا. سرعت پایین پس بریم 5 6 ر ر ر ر یک دو سه چهار پنج سه چهار پنج شی ر می فا لا سل سل فا می فا ر ر ر ر ر ر ر فا لا. سکوت سی ر سی بمول، حواستون باشه که دست عقب نره. سکوت لا سی لا دو سی لا فا 5 6. سکوت سل لا سل سی لا سل می. سکوت ر می فا لا سل فا می ر فا لا. توی بعضی از نوت ها اینو به صورت 4 ضربی نوشته که بالای بسیار از نوتاش تریوله نوشته. حالا این نوت که من خدمتتون عرض کردم، من تقدیمتون میکنم 6/8 نوشته نوتو عرض کردم. پس اونم اگه 4 ضربی دیدین به تریولای بالاش دقت کنین. تکرار لا سی لا دو سی لا فا سل لا سل سی لا سل می. بولت دوم ر می فا لا سل سل فا می فا ر 5 6 1 2 لا سی لا دو سی لا سل سل لا. موزیک سل سی لا سل فا. سکوت ر می فا لا سل سل فا می فا ر ر ر ر ر ر ر وکال می بمول میشه. حواسون باشه که دست باز نگیریم. انگشت چهارم با قوس میاد عقب، به انگشت سوم میچسبه. می ر دو ر می می ر ر دو دو سی سی لا. سکوت دو دو سی دو ر ر دو دو سی سی لا لا سول. سکوت سی سی لا سی دو دو سی سی لا لا سول سول فا. سکوت لا لا فا سول لا لا سول سول فا فا می می ر لا 4 5 6. سکوت لا سی لا سول. سکوت لا لا سول لا سول فا. تکرار لا سی لا سول. سکوت لا لا سول لا سول فا. سکوت سول فا می ر فا لا سی لا سول لا. تریوله سی لا سول لا 3 تا دولا چنگ در زمان 2 تا دولا چنگ. تو ویدیوهایی که مربوط به تریوله است اینو خدمتتون توضیح دادم. سول فا می ر فا لا سی لا سول لا سول فا می ر ر سول لا سول فا سول.
انگشت سوم بره جلوتر دو فا ره لا 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 فا سکوت سول لا سول سی لا سول می. دو ضربی شده ریتمش تو این نوت. عرض کردم بعضی جا به صورت 4 ضربی هم این نوت هست. سکوت فا سول فا لا سول فا ره سکوت ره می فا سول لا سول دو سی لا 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 فا سکوت سول لا سول سی لا سول می سکوت فا سول فا لا سول فا ره سکوت دو ره می فا می ره فا می ره. بعدش هم از آ تا ب رو میتونید دوباره تکرار کنید. تو همه ویدیوهای قبلی عرض کردم، تو این ویدیو میگم، تو ویدیو بعدی هم باز عرض می‌کنم خدمتتون که همه این ویدیوها بنا به درخواست اون دسته از عزیزانی که دسترسی به معلم و کلاس ندارن از ما درخواست کردن آماده شده، ما هم اطاعت امر کردیم، توضیح دادیم خدمتتون، وگرنه هیچ گونه ادعایی پشت هیچ گونه از این فیلم ها وجود نداره. امیدوارم که تونسته باشیم خدمت خیلی کوچیکی به شما عزیزان کرده باشیم.